رنگ در اینجا روایتی است از لحظه ها نوری که از پس شیشه ارسی عبور می کند، گاه چون آبی لاجوردی کاشی است، گاه سبز برگ های سرو، گاه سرخ گل انار و همه با هم پرده ای از خیال می سازند. احمد شاملو چنین سروده: میخواهم خواب عقاقی ها را بمیرم، خیالگونه در نسیمی کوتاه، در باغچه های تابستان، خیس و گرم به نخستین ساعات عصر، نفس اطلسی ها را پرواز گیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اطلسی ها باشم بر تالار ارسی به ساعت 7 عصر. شاید خواب عقاقی ها همان حسی است که از پشت رنگ تابی ارسی جایی میان خیال و حضور در سایه های نرم شکل می گیرد. این بازی شاعرانه گویی از همان جهان آمده که تانیزاکی آن را می ستاید، جهانی از نیم سایه با سکوتی نهفته و نوری که تنها برای آشکار کردن رازهای درون است. درود بر شما همراهان عزیز پادکست تاقچه. این اپیزود در ستایش سایه نام دارد، برگرفته از کتابی که جونیچیرو تانیزاکی، نویسنده بزرگ ژاپنی، آن را در سال 1933 نوشت